سوال اول: کدام حیوان بزرگترین پستاندار جهان است؟ فیل آفریقایی، وال آبی، نهنگ قاتل، گوزن شمالی. سوال دوم: قلب انسان چند حفره دارد؟ 2، 3، 4، 5. سوال سوم: پدر علم فیزیک نوین چه کسی است؟ نیوتن، اینشتین، گالیله، فارادای. سوال چهارم: کدام گاز بیشترین حجم جو زمین را تشکیل می دهد؟ اکسیژن، نیتروژن، دی اکسید کربن، هلیوم. سوال پنجم: کدام فلز رسانه‌ای خوبی برای برق است؟ چوب، پلاستیک، مس، شیشه. سوال ششم: کشور مصر در کدام قاره است؟ اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکا. سوال هفتم: سخت‌ترین ماده طبیعی جهان چیست؟ طلا، آهن، الماس، کوارتز. سوال هشتم: کدام حیوان قادر به پرواز نیست؟ کلاغ، عقاب، شترمرغ، شاهین. سوال نهم: کدام عنصر نماد شیمیایی Fe را دارد؟ نقره، آهن، سدیم، طلا. سوال دهم: پایتخت ایتالیا کدام است؟ میلان، ناپل، روم، ونیز. سوال 11: خون از چه بخشی پمپاژ می شود؟ کبد، ریه، قلب، معده. سوال 12: معروفترین اثر سعدی چیست؟ شاهنامه، مثنوی، بوستان و گلستان، دیوان غزلیات حافظ.